سال 2016 من رفته بودم در مجمع جهانی اقتصاد. من رفتم بالکونا رو میبینین جلسه، تو بالکن نشستم که وقتم تلف نشه ببینم چی میگن. نشسته بودم دیدم اون پایین یه جوری هم مثل تاون هال میتینگ بود، یعنی دایره بود، همین چند نفر اون وسط نشسته بودن، عین همین جلسه‌ای که من با فرید زکریا امسال تو داووس داشتم. اونایی که اون وسط نشسته بودن چند نفر از آمریکا بودن، یک دو نفر از انگلیس بودن، یه خانومی هم بود نماینده دبیرخانه ملل متحد. داشتن راجع به چی صحبت می‌کردن؟ داشتن راجع به سلاح‌های هوشمند صحبت می‌کردن. خودم آقای دکتر اشاره به اون کرد. سلاح‌های هوشمند چیه؟ گفتن ما یه پهپادهای کوچیکی داریم که اینا کشنده است و اینا با هوش مصنوعی هدایت میشه. این پهپادا رو ما، یعنی شرکت ها نه دولت ها، میتونن سوار هواپیمای باری بکنن، بیان بالای یک کشوری اینا رو خالی بکنن. این پهپادا میرن هر کدومشون اون هدفی که هوش مصنوعی از قبل بهشون گفته پیدا میکنن، اون هدف رو میزنن. شما حساب بکنین 100,000 تا 20,000 تا 50,000 تا از این پهپادا رو خالی بکنن بالای یک کشوری، بهش بگن که هرچی مثلا جوون 18 تا 35 ساله چشم آبی نمیدونم فلان اینو بزن. این کی؟ سال 2016 است. من اومدم ایران اینو گفتم، دیدیم پاسخ چی بود؟ خواستن تو رو مرعوب کنن. چرا این حرفو میزنن؟ به خاطر اینکه در قالب جهان گذشته فکر میکنن. ما بهترین منابع رو داریم، بهترین نیروی انسانی رو داریم، بهترین توان ژئوپلیتیک رو داریم. چرا باید با دنیا در جنگ باشیم؟ چرا باید با منطقه در جنگ باشیم؟ چرا باید با مردم خودمون در جنگ باشیم؟ چرا باید حجاب زنان رو خاکریز ببینیم؟ شما کی حجاب خانوما رو خاکریز میبینین؟ وقتی که خانوما رو تهدید میبینین، وقتی که کشور رو در حال جنگ بی پایان میبینید. اون وقت حجاب تهدیده، اون وقت اینترنت تهدیده، اون وقت نسل زد تهدیده، اون وقت بیزینس های بزرگ تهدیده. این از داخل. اون وقت همسایه تهدیده، اون وقت جهان تهدیده، اون وقت سازمان بین المللی تهدیده. بنابراین ما به جای این که گفت طرف به جای این که از پستان گاو استفاده کنیم به شاخش وصل میشیم.